رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در گرد بیت الله یک مسافر قدی کمپیر میدید، اینقدر خوشحال میشید. روزی آمد هر درک شنیدید گفتن یا کجادن؟ گفت حضرت جان اینا یک فرزند داشتن، پدرش پیشداره میکرد، مسجد میآورد، باز مادرش. همون گفتن فرزند از دنیا گذشته است، دیگه یا کسی ندارن مسجد بیارشون و از مسجد ببرشون. حبیب خدا گفتن اگر دنیا وفایی میکرد به فرزند امیو میکرد، وقتی این از بین برد ما و شما را از بین میبرم. یکی از قاری ها تا حال زنده هست، گفت ما بسیار ثروتمند بودم، شرایط خوب داشتم، پدرم بیمار بود، خانم ده بود، زاره میکرد که بچه‌م مرا خانه خودم ببر. میگه ماشین ده تاب میدادم، گرد همین قشلاق و رایان ها تاوش میدادم، با دوباره خانه خودم میآوردمش. پدرم که کمی عقلش گم کرده بود میگفت بچه‌م هر کس خانه خودش، خانه مرا دیگه از خانه خودش فرق نمیکرد، لیکن فقط خواهش میکرد که مرا خانه خودم ببر. گفت فقیر شدم دیگه، پدرم میگفت بچه‌م مرا خانه خودم ببر. گفت در یک عربه سوارش میکردم و گرد همون کوچه ها تاوش میدادم، باز دوباره خانه خودم میآورد. میگفت بچه‌م هر کس خانه خودش. و روزی میگه پدرم دست برداشت گفت فرزندم، خدایا از جمله او فرزندای شوی که روز تو پیش شوی، شاههای دنیا از دنبال تو بروند، پشت تو بروند. خنده کردم که من فقیر کجا و شاهها دنبال من رفتم. و روزی میگه قبر همین محمد اسماعیل البخاری را در سمرقند میگه زیارت آمدن. همین اسلام کریموف میگه از بین قاری‌ها مرا گفت تو پیش شو. وقتی میگه ما پیش اسلام کریموف عقب دیگه شاهها آوای دیدم ریخت. میگه رئیس جمهور گفت چرا ناراحت شدی؟ گفت من در دعای پدر خنده کرده بودم، این روز برای اجابتش گفت گریه دارم. من گفتم کجا عقل قطعی قبول نشد که من کی هستم که من پیش برم شاهها از عقب من میاد. عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما روایت میکنه، میگه در گرد بیت الله یه بچه را دیدم دستاش شله کار نمیکنه. سوالش کردم بچه‌م خیریت است؟ گفت حضرت جان جوان بودم پدرم نصیحت کرد، پدر مزدم، بعد اون مادرم نصیحت کرد، مادرم زدم. با پدر حج آمده، پدر طواف میکرد گرد بیت الله و یک دعای عجیب میکرد، خدایا من پیر و ناتوان شدم، من دیگه طاقت ضرب ولت فرزندم ندارم، همون قوای را در دستش دادی مرا میزنه، خدا جان همون قوا را دستش بگی دیگه مرا نزنه. با مجرد دعای پدر گفت هر دستم ای کار برآمد. خانه آمد زارش کردم پدر جان یک باره که دیگه حج بریم. در راه آمدیم پدرم از بالای شتر افتاد، از دنیا گذشت. حضرت من تا حال به همین احوال است. ببین میگه از نماز خفتن طواف من کردن تا بامداد دعا کردن، بعد در بامداد دستای من در حرکت درآمد. شمس الدین ذهبی رحمت الله علیه عجیب قصه میکنه، کدام ما و شما پیش از خواب رفتن یک بارک جایگاه مادر یا پدر میبینیم چه حال داره؟ میگه یکی از علما شب که میخواست خواب بره گفت یک بارک برم جایگاه مادر ما ببینم چه حال است. آمد که مادر خواب از پاکاش پر از چنگ و غبار، خم شدن بریشاش کفای پای مادرش تازه کرده. و سحر آمدن خواستن درس بگن، یکی از شاگردا گفتن حضرت شب تهجد خوندی، ذکر کردی، تلاوت قرآن کردی؟ گفتن چرا؟ حضرت جان گفتن خواب دیدیم که ریشات پر از دور و مروارید است، از بریلیانت و سنگ‌های قیمت بها. گفت او خاک کف پای مادرم. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم روز یک صحابه را دید که در ریشاش ملائکه ها بحث داره. گفت بچه‌م این روز چه عملی خوبی را انجام دادی؟ گفت حضرت جان از کار آمدم، پاکای مادر ما دیدم پر از چنگ و غبارن، خم شدم بر ایشان کفای پاش تازه کردم و آبای دیده حبیب خدا ریختم. و حضرت ابوهریره گفتن حضرت جان آیا قصه جوان شما را ناراحت کرد؟ گفت یا ابا هیر نه، گفت کاش گفت مادری من زنده میشی، من به این ریشا میرفتم، گفت کفای پاش تازه میکردم و این ثواب خدا را حاصل میکرد. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه روایت میکنن، میگه روز حبیب خدا را 62 ساله بود، یعنی یک سال پیش از وفاتش، در یک سرزمین دیدم که حبیب خدا اینقدر ناله کرد که من یگان بار حبیب خدا را نالش ندیده بودم. گریه حبیب خدا تمام صحابه را میگه در گریه آورد. سوالش کردم که حضرت جان خیریت باشه؟ گفت قبر پدر و مادرم هست. ببین رسول اکرم صلی الله علیه و سلم چقدر ما شما را توصیه دادن و دعای عجیب هم میخونیم، اللهم اغفر لی و لوالدی، خدا اول خودمون ببخش بعد از اون پدر و مادر. چرا اول خودمون؟ چرا اول پدر نه؟ چرا اول مادر نه؟ خدایا مرا ببخش، چرا؟ تا دعای در حق پدر و مادر میکنم قبول شود. اگر مرا نبخشی دعام قبول نمیشه، به این خاطر اول خودم خدا ببخش بعد از اون پدر و مادر ما ببخش.